کمیسیون حکومتی که به هر یک محبوس حق می‌دهد توسط آن برای بخشش گناهش به رئیس جمهور مراجعت کند در هیئت نو به کار شروع کرد. رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان با صدور یک قرار روز 7 ایون هیئت نوی کمیسیون عاید به مسائل بخشش جزای نزد پرزیدنت را تصدیق کرده به این کمیسیون صلاحیت‌های بیشتر داد. متن این قرار روز 25 ایون نشر شد. تغییر نخستین مربوط به مقام رهبری آن است که این صلاحیت به نخست وزیر قاهر رسولزاده واگذار می شود. تا این زمان رهبری این کمیسیون نزد رئیس جمهوری تاجیکستان را معاون نخست وزیر عاید به ساختارهای حفظ حقوق و قدرتی رهبری می کرد. صلاحیت دیگر این کمیسیون این است که به هر یک زندانی در تاجیکستان امید به بخشش جزا، سبکتر شدن آن و حتی رها شدن از زندان را می دهد. طبق نظامنامه این کمیسیون که باز هم با فرمان رئیس جمهور تصدیق شده است، همکنون هر یک زندانی ناوابسته از مهلت جزا و جنایت صادر کردهش حق دارد در دوام 1 سال یک مرتبه توسط ماموریت زندان به عنوان این کمیسیون به نام پرزیدنت جهت بخشش جزایش درخواست فرستد. درخواست محبوس با معلوماتنامه ماموریت زندان در مورد رفتار او، احوال سلامتی و وضع عائلویش بر روی میز این کمیسیون گذاشته می شود. کمیسیون که به هیئتش رهبران وزارت‌های کارهای خارجی، عدلیه، وزارت کارهای داخلی، دادستانی کل، رئیس سود عالی، یاردمچان پرزیدنت عاید به مسائل حقوق، رابطه با جامعه و دکان فاکولته حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان شامل می‌شوند، در نسبت هر عریضه قرار قبول می‌کنند. در مجلس اعضایان این کمیسیون که سال نه کمتر از 2 مرتبه تشکیل جلسه می‌کند، درخواست هر یک محبوس در علاهیدگی بررسی می‌شود. در پی این بررسی کمیسیون صلاحیت دارد که به عنوان رئیس جمهور پیشنهاد بازبینی شدن حکم محکوم شده را ارائه کند. از جمله جزای حکم قتل به حبس 1 عمری و یا 25 سال زندان تبدیل شود، جزای حبس 1 عمری به مهلت معین زندان یا پورا آزاد کردن از جزا، پورا و یا قسما آزاد کردن از جزای اساسی، اختصار قسم جزای ادا نشده و پاک کردن داغ سودی از شخصی که جزا را ادا کرده است و یا از ادای جزا آزاد شده است. بعد این تصمیم به پرزیدنت است که پیشنهاد حقوق شناسان و مقامداران اعضای کمیسیون را بپذیرد یا نه. در تاجیکستان در سالهای استقلالیت 15 دفعه قانون عفو محبوسان و بازداشت‌شده ها قبول شده است. قانونی باری آخر در اوگوست سال 2016 قبول شده نسبت 12,000 نفر تطبیق شد. 3,000 نفر آنها پورا به آزادی برآمدند. هدف اصلی تطبیق قانون عفو در تاجیکستان تلاش مساعدت در بازگشت محبوسان به حیات آسایشته و جلوگیری از صادر شدن جنایت‌های بیشتر در آینده می باشد.